کامرانشاه استوپریان در آخرین مسابقه بین المللی تاسکلاه بزرگ در سال 2021 که در شهر ابودابی برگزار شد، مهارت بلند نشان داده به گرفتن مدال نقره مشرف شد. هنگام بازگشت از این مسابقه با نفوذ، این ورزشکار موفق را در گذرگاه سرحدی فتح آباد ناحیه مستچاه رهبریت کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت، نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه مستچاه، مربیان و ورزشکاران و نزدیکان و پیوندان گرم و صمیمی استقبال نمودند. در شهر ابودابی مسابقه گراند سلام برگزار گردید. در آنجا تیم منتخب جمهوری تاجیکستان اشتراک کردیم. 10 نفر ورزشکار و در وزن 90 کیلوگرم به من میسر گردید که از 3 حریف خود دست بالا شده در دور فینالی آزمایش کرده سزاوار جای دوم گشتم. در جنبه 30 سال بود، آخران مسابقه بود و باز اما در این مسابقه که در پیش ساده که راه به سوی پاریژ 2024 است برای بازی المپی ما کوشش میکنیم که در مسابقه نوبتی هم خوب اشتراک کرده، خالهای ضرور را گرفته و سومین بازی های المپی که برای من است اشتراک کرده بیرق تاجیکستان را بلند برداریم. بنابر اطلاع پدر کامرانشاه، مربی شناخته استا استوپیروف، محض توجه و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت رشد ورزش است که سال سال ورزشکاران کشور ما در مسابقه‌های با نفوذ بین‌المللی و جهانی به دستاوردهای ارزنده مشرف گردیده ایستادند. در قطار دیگر جوانان شجاع تاجیک که همه امروز کمر بستند در گشتینگ دوزودا که اصلا زاده گشتینگ ملی ما هست، گشتینگری است، ما توانیم که برای این دولت صاحب استقلال خود یک مدال های خوش رنگ، رنگش جلادار یعنی طلایی آوریم. کامرانشاه استوپریان در قطار دیگر جودوچیان معروف کشور اکنون به مسابقه های با نفوذ در پیش ایستاده و بازی های المپی نوبتی آمادگی می‌بیند.